بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. السلام علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها. آغاز سال مصادف است با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. ارادت مردم ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم اقتضاعاتی دارد که یقیناً همه باید این اقتضاعات رو رعایت کنند و یقیناً رعایت خواهند کرد. امید است که این ایام و این سال از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد و نام مبارک این بزرگوار و یاد ایشان تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی مردم ما در سال 1394 بگذارد و امیدواریم که این آغاز بهار طبیعت که آغاز سال نو هجری شمسی است برای ملت ایران و برای همه ملت‌هایی که نوروز را گرامی می‌دارند مبارک باشد. سلام خاکسارانه عرض می‌کنم به ساحت حضرت بقیت الله الاعظم، ارواحنا فدا. یاد امام بزرگوارمان و شهیدان گرامی را در این فرصت گرامی می‌داریم و امیدواریم که ما را از برکات انفاس طیبه و دعاهای ارواح مطهر آن عزیزان برخوردار فرماید. یک نگاه اجمالی به سال 1393 می‌کنیم و نگاهی اجمالی به سال جاری که در این ساعت شروع می‌شود. سال 93 هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی و بین المللی برای کشور ما سال پر ماجرایی. چالش هایی داشتیم، پیشرفت هایی هم داشتیم. ما در اول سال 93 با توجه به همین چالش ها بود که عنوان سال رو گذاشتیم عزم ملی و مدیریت جهادی. با نگاهی به اونچه که در سال 93 گذشت مشاهده می‌کنیم عزم ملی به حمدالله بروز و ظهور داشت. ملت ما عزم راسخ خود رو هم در تحمل برخی مشکلاتی که برای او وجود داشت نشان داد، هم در روز 22 بهمن در روز قدس و در راهپیمایی عظیم 40 این عزم را، این همت را از خود بروز داد و نشان داد. مدیریت جهادی هم در برخی از بخش‌ها به حمدالله بارز و آشکار بود. در اون بخش‌هایی که مدیریت جهادی رو انسان مشاهده کرد، پیشرفت‌ها رو هم در اونجا مشاهده کردیم. این البته توصیه مخصوص سال 93 نیست، هم عزم ملی و هم مدیریت جهادی برای امسال
و برای همه سالهای پیش رو برای ملت ما مورد نیاز است. و اما در سال 94 آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم که همه این آرزوها هم دستیافتنی است. آرزوهای بزرگ ما برای ملت در این سال پیشرفت اقتصادی است، اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین المللی است، جهش‌های علمی به معنای واقعی است، عدالت قضایی و اقتصادی است و ایمان و معنویت است که از همه مهمتر و پشتوانه همه اون سرفصل‌های دیگر است. به نظر ما همه این خواسته ها و آرزوها دستیافتنی است. هیچ کدام از اینها چیزهایی نیست که از ظرفیت ملت ایران و ظرفیت سیاست‌های نظام بیرون باشد. ظرفیت‌های ما بسیار زیاد است. در این زمینه حرف‌های گفتنی وجود دارد که انشاءالله به مهمترین آنها در سخنرانی عصر اشاره خواهد شد. اونچه در این ساعت مایلم به ملت عزیزمون عرض کنم این است که این ظرفیت عظیم و مهم دستیافتنی است، ولی شروطی دارد. یکی از مهمترین شروط عبارت است از همکاری‌های صمیمانه میان ملت و دولت. اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه اونچه را که جزو آرزوهای ماست دستیافتنی است و آثار اون رو مردم عزیزمون به چشم خواهند دید. دولت کارگزار ملت است و ملت کارفرمای دولت است. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. باید به یکدیگر اعتماد کنند. هم دولت ملت را به معنای واقعی کلمه قبول داشته باشد و ارزش و اهمیت و توانایی‌های ملت رو به درستی بپذیرد، هم ملت به دولت که کارگزار کارهای اوست به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند. من در این زمینه هم حرفهایی دارم و توصیه‌هایی دارم که انشاءالله در سخنرانی به اونها اشاره خواهم کرد. لذا به نظر من امسال رو باید سال همکاری‌های گسترده دولت و ملت دانست. من این شعار رو انتخاب کردم برای امسال: دولت و ملت همدلی و همزبانی. امیدواریم این شعار در عمل تحقق پیدا کند و هر دو کفه این شعار، یعنی ملت عزیزمون، ملت بزرگمون، ملت با همت و با شجاعتمون، ملت بصیر و دانامون و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج اون رو ببینند. از خداوند متعال پیشرفت همه کارهای بزرگ کشور رو درخواست میکنیم و توفیق خودمون رو در خدمتگزاری از خدای متعال مسئلت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.